درود به تو، خوش اومدی. من کاپیتان رنکم و این لیست 10 تا فیلمیه که صحنه‌های جنسیشون واقعی بوده، یعنی بازیگرای فیلم همونجا در حضور همه واقعا با هم دیگه. بله. شماره 10 شورت باس. کارگردان این فیلم جان کامرون میچله. از این فیلم‌های بی‌تعارفه که به صورت کاملا صریح به بررسی روابط جنسی و عاطفی آدم‌های مختلف میپردازه. گفته میشه که صحنه‌های جنسی واقعی این فیلم تونستن به خوبی روابط انسانی رو به تصویر بکشن. البته خوبی از خودتونه، حالا باید دید این خوبیه رو نظر اونا چیه، نظر ما چیه و نظر تو چیه. بی تربیت. من الان قشنگ میدونم تو داری فکر میکنی که چرا خوبه. داستانش هم در مورد یه گروه جوان نیویورکی که به دنبال کشف معنای زندگی و هویت جنسی و اجتماعی خودشونه. خیلی از منتقدا معتقدن که این فیلم یه اثر جسورانه و بی‌پروا در سینمای مستقله. خب حالا زرتی نرو دانلود کن، یه دقیقه بشین این ویدیو رو تا آخرش تماشا کن. 9 دقیقه دیگه مونده. خون سرد باش، کول دان، یه دوش آب سرد بگیر بعد ادامه بدیم. شماره 9 آنتی کرایست ساخته لارس فون تریه. این اسمو به خاطر بسپر که در طول این لیست چندین بار بهش برمیخوریم. کلا بزرگوار عادت داره که تمام صحنه‌های جنسیشو اینجوری واقعی بگیره. فیلم همین شروع میشه زارت سلام علیکم اینجوری، یعنی همین به محض اینکه تیتراژ تموم میشه داستان جلو خانواده خلاصه مراقب باش اشتباهی پلی نکنی، فکر کنم از سایت دیگه ای گرفتی. این فیلم ترسناک دیستربینگ داستان یه زوجی رو روایت میکنه که بعد از مرگ بچه‌شون به یه جنگل دور افتاده میرن. صحنه‌های جنسی واقعی توی این فیلم به همراه مضامین خشونت و رنج به شدت با تمای روانشناسی پیچیده و تاریک ترکیب شدن. خلاصه که این فیلم خیلی دارکه، تماشاش رو توصیه نمی‌کنم. از اون فیلم‌های دارکیه که هم از نظر جنسی هم از لحاظ روانشناختی مخاطب حسابی به چالش میکشه. ضمناً صحنه‌های خیلی خشنی هم داره که برای هر کسی مناسب نیست. شماره 8 The Idiots. این فیلم هم مال لارس فون تریه است. کلا این بنده خدا رو قراره زیاد تو این لیست ببینید. داستانش در مورد یه سری جوونه که برای مقابله با قواعد جامعه رفتارهای غیر معمول عجیب غریب میکنن. فیلم محصول سال 1998 ولی یه طوری انگار که 50 سال قبلتر ساختنش. البته طبیعیه چون این فیلم خیلی لو باجت بوده. احتمالاً هرچی هم بودجه داشتن گذاشتن روی اون آدمایی که قرار با هم دیگه چیز کنن که راضی بشن چیز کنن. خلاصه این فیلم هم شامل صحنه‌های واقعی از روابط جنسی و به صورت جنجالی و بی‌پروا به مسائل اجتماعی و روانشناسی میپردازه. هنوز این آقای لارس فون تریه تموم نشده ها، باز خواهد گشت. فکر کنم اون باید یه دوش آب سرد بگیره این دفعه. شماره 7 In the Realm of Senses، یعنی در دنیای احساسات. محصول سال 1976 به کارگردانی آقای نوبورو شیما، شاید هم خانم نوبورو شیما، نمیدونم واقعا. این فیلم ژاپنی داستان واقعی رابطه وسواس‌کننده یه زن و مرد رو به تصویر میکشه. گفته شده که صحنه‌های جنسی واقعی این فیلم که سانسورم نشده این شکلی به نمایش در اومدن تا جنبه‌های افراطی و تاریک میل جنسی و وسواس رو بررسی کنن. فقط این وسواس اون وسواس نیست. البته شما که میدونید من جسارت نکردم، برای اونی که نمیدونه دارم میگم. هر نوع رفتار وسواسی، مثلا در خونه رو یادت میری میگی قفل کردم قفل نکردم، بعد برمیگردی باز، اینم وسواس. خلاصه اینکه این فیلم به عنوان اثری که تابوهای اجتماعی رو حسابی به چالش کشیده همواره مورد بحث قرار گرفته است. یهو تمایل پیدا کردم آخرش از محاوره به معیار تغییر بدم. شماره 6 کالیگولا. این فیلم محصول 1979 و کارگردانش تینو برنارده. این فیلم به خاطر نمایش صحنه‌های جنسی واقعی و افراطی بین شخصیت‌های تاریخی معروفه. داستان فیلم داستان زندگی کالیگولا امپراتور رومه. رومیا هم که دیگه کلاً چیز بودن دیگه، همش اصلا یه سره قوی بنیه‌دار. ماشاءالله. کارگردان این فیلم هم خواسته خیلی واقع‌گرا باشه، حقایق تاریخی رو به تصویر بکشه و دقیقاً به خاطر همین صحنه‌های جنسی و جنجالیشه که شهرت پیدا کرده. ترکیب تاریخ واقعی و این حجم از صحنه‌های جنسی باعث شده این فیلم به یکی از جنجالی‌ترین آثار سینما تبدیل بشه. فقط جنجال بر سر چی من نمیدونم، که یعنی رومیا نباید این کارا رو می‌کردن، ولی خب اونا که گذشته کردن، حالا که اونا کردن کارگردانه نباید این کارو می‌کرده. نمیدونم واقعا، باید اونایی که جنجال کردن از اون جنجالی‌ها بپرسید. مرسی. شماره 5 Blue is the warmest color، یعنی آبی گرمترین رنگه. این فیلم فرانسوی که برنده نخل طلای جشنواره کن شده به خاطر صحنه‌های طولانی و صریحش بین دوتا کاراکتر زن داستان معروف شده. محصول سال 2013 و اسم کارگردانش هم الان یادم نمیاد. خودت برو سرچ کن اگه اینقدر مهمه برات. ببخشید. صحنه‌های جنسی مذکور به صورت واقعی و به شکل عمیق و احساسی فیلم برداری شدن. اجرای بازیگرای اصلی آدل اگزازکوپولوس
و لیا سیدو. قشنگ معلومه این اسم رو تا حالا ندیدم، نمیتونم تلفظ کنم. باز شده تا فیلم مورد تحسین قرار بگیره. ادل اگزاکوپولوس. اگه تونستین واقعا اینو 3 بار پشت سر هم بگید بدون اینکه تو فوق بزنی. اون یکی هم اسمش لیا سدوه. خلاصه که قصه این فیلم داستان این دو تا دختر عاشق و روابطشون با هم دیگه است و صحنه‌های جنسیش هم کاملا واقعیه و یه جورایی برای خودش سافت پورزه. پورز که میدونی چیه؟ اگه نمیدونی خیلی بچه معصومی هستی. آخه شماره 4 9 songs، یعنی 9 ترانه با فراوان با گوهرهای شبانه میخورد بر بام خانه. چی دارم میگم؟ این فیلم از کنسرت‌های زنده و صحنه‌های جنسی کاملا واقعی برای بازگویی داستان یه رابطه عاشقانه استفاده میکنه. وینترباتن با تلفیق هنر و روابط جنسی توی این فیلم تلاش کرده که احساسات و تجربیات عاطفی یه زوج رو به شکل مستقیم و صریح و بی‌پرده و بدون سانسور به تصویر بکشه. همه اینا یعنی کلا فیلمش خیلی چیز طوره، یعنی میدونی چی میگم که جالبه که خیلی از معتقدان که این فیلم به خوبی میان جنبه‌های احساسی و جسمانی رابطه تعادل برقرار کرده است. لکن فی الحیث المجموع این فیلم محصول سال 2004 هم از این فیلماییه که جلو خانواده نباید ببینید. حالا خود دانی دیگه، من آنچه شرط بلاغ بود با تو گفتم، تو خواه پندشو بگیری برو ملال کن. شماره 3 The Brown Bunny، یعنی خرگوش قهوه‌ای. این فیلم محصول سال 2003 به کارگردانی و بازی وینسنت گالن در مورد یه موتورسواره که به دنبال عشق واقعی خودش میگرده. از اتاق فرمان اشاره کردن وینسنت گالو. از طرف من مجازید هر کدوم از این اسما رو که غلط قلوت و کج و کله تلفظ کردم بیاین تو کامنت یه رستی بزنین که این کمر من دیگه راست نشه. خلاصه خودش هم ساخته هم بازی کرده، صحنه‌های جنسیش هم گفته میخوام واقعی باشه. یه خورده مشکوک نیست به نظرتون؟ احساس میکنم رول مقابلشو داده به کراشش بازی کنه که کلوی سوئنی باشه. فیلم محصول سال 2003 راستی. خلاصه به خاطر این صحنه‌های جنسیش حسابی بحث برانگیز شده و موقعی که منتشر شده حسابی انتقادات شدید و منفی داشت، اما بعدها به عنوان اثری تجربی و آوانگارد مورد توجه قرار گرفت. در نتیجه برین ایده هاتون رو عملی کنین بچه‌ها، نه تنها به کراشتون میرسین که بعداً هم بهتون میگن آوانگارد تجربی. ببین شماره 2 لاو به کارگردانی گاسپر نوئه. این آقای گاسپر نوئه با اون آقای لارس فونتریه انگار با هم دیگه مسابقه گذاشتن که کی میتونه فجی‌تر از اون یکی فیلم بسازه. یعنی همین فیلم رو استارت میکنی سکانس اول زارت هرچی پرده مرده بوده رو دریده رفته. یعنی قشنگ کسی اگه ندونه این چه فیلمی پلی کردی، این با چیزی که میبینه کاملا مطمئن میشه که شما یه دونه پورز دانلود کردی. صحنه‌های جنسی واقعی بدون سانسور این فیلم برای برقراری پیوند عاطفی احساسی میان شخصیت‌ها و همچنین نمایش جنبه‌های تاریک و در این حال پرشور عشق استفاده شده است. برای فیلم برداری جسورانه و نمایش بی‌پرده از احساسات انسانی، موضوعات عشق و تمایلات جنسی رو بررسی می‌کنن. اینجوری واسه من متن ننویسین. این چیه آخه؟ مگه برنامه تخصصی سینمایی داریم اینجا؟ تاپ 10 دیگه. نمایش فیلم برداری جسورانه میکنن چیه؟ خلاصه کلش منظورش اینه که این بی‌پرده حرف بزن که هنری باشه، مثل شعر فلان استاد و اینا. من همینجا به این بحث خاتمه میدم. اگه تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردی و دوست داشتی چرا لایک نمی‌کنی واقعا؟ میدونی بی پرده داریم صحبت میکنیم، یه لایکو بزن اول. اگرم دوست نداشتی شجاعت داشته باش بیا تو کامنت ها رستم کن. والا البته چرا تا اینجا رو نگاه کردی اگه دوست نداشتی؟ ضمن اگه اولین بار صدای جذاب من به گوشت مینشینه دکمه سابسکرایب هم بزن که بقیه ویدیوهای تاپ 10 این شکلی رو از دست ندی. و اما شماره 1 نیمفومانیاک محصول سال 2013 و به کارگردانی همین یه دقیقه استوب بزن تو کامنت ها حدس بزن که کیه کارگردان این یکی. اگه زدی گاسپر نوئه کاملا درست نیست، تجدیدی برو سال دیگه شهریور بیا. ولی اگه گفتی لارس فونتریه کاملا درسته، یه کارت 100 آفرین جایزت دارم حرف میذارم نوتیفیکیشن میدی. این فیلم داستان یه خانومیه به اسم جو که دچار اعتیاد به روابط جنسیه. گفته شده صحنه های جنسی کاملا واقعی این فیلم برای کاوش در میل جنسی در خالص‌ترین شکل خود فیلم برداری شده. فیلم هارد تو واچیه. در تمام مدت دارین صحنه‌های جنسی مشاهده می‌کنین که بعضی‌هاش خوردم حتی دیستربینگه. میشه گفت این فیلم یکی از جنجالی‌ترین آثار مدرن به حساب میاد. خلاصه که این فیلم یکی از فجیع‌ترین فیلماییه که تا حالا ساخته شده. الان دیگه می‌خوای بری دانلود کنی برو دانلود کن، کسی کار بهت نداره. دمت گرم که تماشا کردی. تا دفعه بعدی فعلا.